آقا چقدر خوب بودش. به عنوان یک آدم مجرد، به عنوان یک پسر مجرد توصیه میکنم به آقایون مجرد بهترین مراسم برای ازدواج همین مراسمی هستش که در کشور از تاجیکستان هستش. بهتره این مراسم رو در کشورهای دیگه هم راه اندازی کنیم برای اینکه برای آقایون بسیار مفید و مؤثر هستش. به همه فارسی زبانان خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الیکسی هستم و امروز اومدم باز به خونه هاتون به درخواست شما با یه ریاکت دیگه و یک موزیک ویدیویی بسیار زیبای دیگه. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم با موزیک ویدیویی از یک هنرمند عزیز به نام زلیخا محمد شویوا که امیدوارم اسم این هنرمند عزیز رو درست گفته باشم. برای اولین بار هستش که از این هنرمند من میخوام ریاکت برم. میریم با هم که این موزیک ویدیو رو ببینیم. دمتون گرم بابت همه حمایت هایی که دارید میکنید. امیدوارم همه این انرژی های مثبتی که میدید برگرده به خودتون. بدون معطلی بریم با هم دیگه این موزیک ویدیوی زیبا رو ببینیم که مدتش هم 8 دقیقه هستش. برو بریم. مراسم خاصی باید باشه احتمالاً. سرشیان خانم بر خواهر و من برای خواهری بجان و دل برابری من چادری گل بگیرن و برارن گل رو سر دل نازا جان یا چمه امره تا قگیم دختری خوب یا چمه نازنین خمچمیان خمیر خلک دختری خوب یا چمه دختری خوب یا چمه دختری خوب یا چمه. اسم آهنگ هست به نام سرشوران. صدای خواننده بدون اینکه هیچ موزیکی پخش بشه خیلی زیبا بودش، خیلی خوش آمدش. بعد این مراسم فکر کنم شبیه مراسم عروسی که نمیدونم، شاید مراسم عروسی باشه ولی دومات که در کار نیستش، فقط یه خانومی هستش و حالا 4 خانوم دیگه با لباس زیبای محلی به اصطلاح یه پارچه گرفتن بالا سرش و دارن هدایتش میکنن داخل سالن. بریم داستانش چیه. چهره عروس خانوم یا این خانوم رو مات کرده. عروس در سر شو یکای دل بری دل جو یکای عروس در سر شو یکای دل بری دل جو یکای سر شویانی عروست زبی دختر تو یکای سر شویانی عروست زبی دختر تو یکای سر شویانش بکنن خشموی خش برو گل عروس نازنین گل نازی خش رو سر شویانش بکنن خشموی خش برو گل عروس نازنین گل نازی خش رو بسری گل عروست چادری گل دوزیدن بسری دختر بناز آمده اگه چرزو آچه جان تخته و شیر و شانه رزو دیاره روز بگشت دیو خانه شهر درهی دور. دوستان توی کامنت ها واسه من بنویسید. خب به اصطلاح خواننده عزیز گفتش که عروسی، پس دومات کجاست؟ آقا دومات نیست، دومات ندارن. خیلی جالبه واسه من توضیح بدید ببینیم مراسم چجوری انجام میشه. واسه من خیلی جالب شدش.
برام خیلی جالبه که چرا صورت عروس رو مات کردن. شاید حالا مثلا خوشیوم نیستش که مثلا حالا دیگران بخوان ببینن، چون خیلی جالبه موزیک ویدیویی که میاد توی یوتیوب بسیار برای میاد که همه خب ببینن دیگه. بعد صورت عروس خانم اینجا مات شده، شاید مراسم خاصی هستش که من خبر ندارم. مثلا بنویسید. خواهری دل جو و خبر گرو خبر برکن ای حالی خانه و آچم که مدادی درکن بکی ناز میکنم و رازم بکی میگمه بکی ناز میکنم و رازم بکی میگمه کشوه خانه من آیی بشینی در برکمه سرشیانش بکنن خشمی خوش بوره دل روز نازنین دل نازنی خشنوره. خیلی جالبه برام. چیزی که برام خیلی جالب بودش ابروی هنرمند چقدر بلند بودش، ماشاءالله چه ابروی بلندی داشتش. آقا دوماد کجاست؟ یا نمیدونم شاید مراسم اینجوریه که مثلا عروس یه سری مراسم میگیره واسه خودش، دوماد یه سری مراسم میگیره، بعد دیگه میشه مراسم عروسی اصلی. خیلی واسم جالب شد اینو. تا حالا من این همه راجع به کشور عزیز تاجیکستان تحقیق کردم، این مورد رو نشنیدم و ندیدم، جایی هم نخوندم. چیز جالبی شدش. برار برار نوره فرشتهی بنوره دل دختری خانه را عروسکی خشوره برار برار نوره فرشتهی بنوره دل دختری خانه را دل نازنی خشوره آچم زیتی زاره دخترش در سفره میخنده بود و چشمی او ای گریه تره چادی را بسر بکن برا خواهر جان اسبی آهنی شهر بچه پشتی داره. فکر کنم مثلا مراسم عروسی خواهر خود هنرمند مثلا خواننده باشه اگر اشتباه نکنم. این موهاشو مثلا یه چیزی دارن به موهاش اضافه میکنن که اونم خود شبیه مو بود. آقا خیلی واسه من جالب شدش. چیه داستان؟ حتما واسه من توضیح بدین تو کامنت ها. برار برار نوره فرشتهی بنوره دل دختری خانه را عروسکی خشوره. سمجا میدادم دیگه، یه سری هم توی عروسی استفاده میکنم. ای خواهر جان توری عروسی بسرت ای خانه ما بسته بختی سفرت دارم طلب از خدا به مقصد برسیه نزه بقدر کامتی داماد ببره. اگر که اشتباه نکنم این یه مراسمه قبل از اینکه بخوان برن حالا برای ازدواج و عروسی و عقد و اینا، به اصطلاح توی ایران بهش میگن مراسم حنابندون. این یه مراسمی هستش که به اصطلاح قبل از عروسی فکر کنم انجام میشه که به اصطلاح عروس خانم آماده میشه برای به اصطلاح مراسم اصلی. اگر اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نکرده باشم. یه برار برار نوره فرشتهی بنوره دل دختری خانه را دل نازه خشروره.
بچه بگی ببرش ای خانه مادرش ما بناز پروردمش تو بناز بپرورش ما بناز پروردمش تو بناز بپرورش با عشق جوانی با عهد و مهربانی با عشق جوانی با عهد و مهربانی باشد شاد و خوشبخت در باغ زندگانی باشد شاد و خوشبخت در باغ زندگانی ما بناز پروردمش تو بناز بپرورش به به، 2 تا سینی هدایا آوردن. احتمالاً فکر کنم بخوان بین کسایی که تشریف آوردن توی این مراسم پخش کنن اگه اشتباه نکنم. هدایا چیه داستانه؟ تو کامنت واسم بنویسید. دختر که بشورشید بشورش دادن دومات اون ور وایساده. عجب کلکی هستینا. خب پس این مراسمیه که عروس خانم میخواد وارد مجلس بشه. بابا عجب شیطونا. دومادم اون ور بریم ادامه. خیلی باحال شدش. عجب مراسم باحالیه. خیلی خوش آمدش. چقدر جالب بودش. ولی برای دوماد خوبه دیگه، نشسته اون بالا فقط داره نگاه میکنه. عروس خانم بنده خدا از دم در تا میخواد برسه پیش دوماد بعد 1000 تا حرکت انجام بده. خیلی باحال بودش. خوش به حال دومادا. مردان مظلوم. با شادی و بارک سو به تویش دادنه بعد شنید دلش بخواهشی خیش تباره آقا دوماد خسته نشه رفت تا اونجا دست عروس خانومو گرفتش آوردش. عجب آقا چقدر خوبه آدم بره توی تاجیکستان ازدواج کنه. با دبدبه و با آبرویش دادنه شب بچه بگیر ببرش ای خانه مادرش ما بناز پروردمش تو بناز بپرورش شب بچه بگیر ببرش ای خانه مادرش ما بناز پروردمش تو بناز بپرورش آقا چقدر خوب بودش. به عنوان یک آدم مجرد، به عنوان یک پسر مجرد توصیه میکنم به آقایون مجرد بهترین مراسم برای ازدواج همین مراسمی هستش که در کشور از تاجیکستان هستش. بهتره این مراسم رو در کشورهای دیگه هم راه اندازی کنیم برای اینکه برای آقایون بسیار مفید و مؤثر هستش. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من بودید. مرسی بابت تمام انرژی های مثبتی که میدید. امیدوارم که همه این انرژی ها برگرده به خودتون در کنار خانوادتون. شاد، سرحال، سلامت، جیباتون پر پول. تا ویدیوی بعدی. بدرود.